بسم الله الرحمن الرحیم. بخش 28. توی بخش 28 میخوایم ببینیم ما چطوری میتونیم ماتریس های تولید کنیم با تعداد زیادی داده بین بازه های خاص، یعنی از یک حد کران پایین تا یک کران بالا به یک تعداد خاصی. خب ما مثلا قبلا تولید میکردیم و گفتیم که شما یک ماتریس آ تعریف بکن که 3 تا مؤلفه داره، 3 4 5. خب ولی الان من میتونم بگم شما یک ماتریس B رو تعریف بکن از 0 تا 3 با گام 3 دهم. چطور نشون بدم؟ میگم 0 2 نقطه با ابتدای بازه رو مشخص کردم، بعد گام بازه رو مشخص میکنم، میگم با گام 3 دهم تا چند؟ تا عدد 3. خیلی خوب. یه اینتر میزنم. این شروع میکنه چی کار میکنه؟ از 0 3 دهم میره جلو تا به 3 برسه. یعنی اعدادی تولید میکنه از 3 با گام 3 دهم، 3 3 دهم، 6 دهم، 9 دهم، همینطور تا عدد 3. خیلی خوب. یک روش دیگه هم داریم برای تولید اعداد. حالا مثلا ممکنه گام برامون مهم نباشه، بگیم که از 0 تا 3 اعدادی رو برای من تولید کن، یا از 0 تا 10 اعدادی رو برای من تولید کن. خیلی خوب. میاد و اعداد رو برامون تولید میکنه. یه روش دیگه استفاده از دستور لینیسپیس هستش. لینیسپیس چه کار میکنه؟ لینیسپیس میگه که مثلا ما تی رو میخوایم تعریف بکنیم، میگیم با استفاده از دستور لینیسپیس شما برای من ما بین 0 و 10، الان دیگه 2 نقطه نذاشتم و کاما گذاشتم، 2 تا عدد تولید بکن. خیلی خوب. میگه من میتونم ما بین 0 و 10 یه 0 بت بدم، یه 10 بت بدم. حالا میگم نه، من دلم میخواد ما بین 3 و 10 3 تا عدد بر من تولید بکنی. ما بین 0 و 10 3 تا عدد تولید بکنی. میگه خیلی خوب، 0 5 و 10. یا میخوام برای من ما بین -100 تا 100 چند تا عدد تولید بکنه؟ 1000 تا. میگم تی برابر است با لینیسپیس -100 و 100 چند تا عدد؟ 1000 تا. اینتر میزنم، میاد از عدد 1000 تا عدد تولید میکنه. خیلی خوب. از -100 تا 100. اینجا میبینیم که میگه من برای شما ماتریسی با 1 سطر و 1000 ستون ایجاد کردم. خیلی خوب. میخوایم ببینیم وقتی من تی رو تعریف کردم دیگه چه استفاده میتونم ازش بکنم. تی رو دارم، میگم که ایکسمون برابر باشه با یا سینوس تی. خیلی خب. وقتی من داخل متغیر تیم 1000 تا عدد دارم، در نتیجه داخل متغیر x هم 1000 تا متغیر خواهم داشت. گفتم که شما x رو به عنوان سینوس t در نظر بگیر. حالا میخوام یه پلات بگیرم. وقتی پلات میگیرم بعد اون 2 تا متغیری که بهشون ارجاع میدم به یک اندازه مؤلفه داشته باشن، یعنی جفتشون 1000 تا، جفتشون 100 تا، جفتشون 2 تا. الان هم تی و هم ایکس جفتشون 1000 تا متغیر دارن، 1000 تا
عدد توشون گنجونده شده. میخوام تی رو به عنوان محور x ها در نظر بگیره و x رو به عنوان محور y ها در نظر بگیره و رسم بکنه بر من. خیلی خوب، ما یک نمودار در واقع سینوسی بهمون داد. میتونیم این بازه رو کوچیکترش بکنیم، مثلا بگیم تی مساوی لینی سپیس -10 تا 10 100 تا نمونه به من بده و اشتباه کردم. تی برابر با لینی سپیس -10 تا 10 و 100 تا نمونه. خیلی خوب. و x برابر با کوسینوس تی. خیلی خوب. الان ازش میخوام که بر من نمودار کوسینوس تی رو رسم بکنه. میگم رسم کن، تی ها رو به عنوان محور y در نظر بگیر، x ها رو به عنوان محور x در نظر بگیر و با یه دوره تناوب بیشتر نمودار کوسینوس x رو بر من رسم کرد.